سلام، این هفته در آفساید با ورژن جدیدی از ضایع شدن در کارگاه نمدمالی آخوندی آشنا میشیم که به زبان عامیانه همون کنف شدن خودمون رو تداعی میکنه. افتادن ماسک حشمت علوی از صورت زشت منافقین در فضای مجازی و رکب خوردن غربی‌ها از نوچه تروریستیشون. حشمت علوی دیگر در توییتر حسابی ندارد، چرا که اصلاً چنین شخصی وجود خارجی نداشته است. هرچند که ذوق و شوق مجری تلویزیون خامنه‌ای از بسته شدن یک اکانت توییتری قابل کتمان نیست، اما توصیه می‌کنیم در چنین مواقعی این ذوق و شوق رو کنترل کنید، چون ممکنه که خودتون رکب بخورید. در این مورد یک هفته طول نکشید که اکانت حشمت علوی که قرار بود وجود نداشته باشه دوباره برگشت و الان داره به فعالیت خودش ادامه میده. اما اینکه چرا تیوی ریش عجله داشت که در کمتر از 24 ساعت حتما واکنش نشون بده، اگر کمی جلوتر بریم براتون روشن میشه. جالب این که این شخص وجود نداشته بارها منبع تبلیغات ضد ایرانی در نشریات غربی به خصوص آمریکایی بوده است. حالا انتظار میره سیاستمداران، نشریه فوربس و بسیاری از اندیشکده‌هایی که با استناد به حشمت علوی یا همون شخص اصلا وجود نداشته تحلیل‌های ضد ایرانی می‌نوشتند از ملت ایران بابت دروغ پردازی‌های هزینه‌زا عذرخواهی کنند. خبرنگار مشنگ تلویزیون آخوندی به شکل ناشیانه‌ای تلاش میکنه اسم مستعار یک کاربر توییتری رو دلیلی بر دروغ بودن مطالبش قرار بده، در حالی که در زیر سایه دیکتاتوری آخوندی که فعالیت‌های تروریستیش در خارج کشور هم همین روزها زبان زد شده، خب خیلی طبیعیه که بسیاری از کاربران توییتر فارسی که میخوان علیه نظام فعال باشند با اسامی مجازی فعالیت کنند. خب وقتی یه نفرم یک مطلب مستند و مبتنی بر نمونه‌های غیر قابل تردید منتشر میکنه، روشنه که هر رسانه‌ای میتونه از اون استفاده کنه. His columns appeared on the websites of the American business magazine Forbes, as well as The Hill, The Federalist, and The Daily Caller. اما از اون طرف داشتن اسم حقیقی هیچ دلیلی بر درست بودن حرف گوینده نیست. مثال روشن، شخصیت حقیقی با اسم و رسم، ولی ببین چی میگه. اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن. بفرمایید، اسم واقعی، چهره واقعی، ولی حرفاش خالی بندی در حد فیلم‌های هندی. این نمونه کم بود، یکی دیگه. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تغییر قرار نمیگیره. پس اگر دنبال دروغ پرداز میگردید از اینجا شروع کنید. همه هویتام رئال، ولی تو روز روشن تو چشمات ظلم میزنه و دروغ میگه. بعد از این رسوایی بزرگ و رو شدن دست منافقین در سمپاشی مجازی علیه ملت ایران، بسیاری از کاربران با گرایش‌های مختلف به این موضوع واکنش نشان دادند. گرایش‌های مختلف. بریم چرخی بزنیم ببینیم چقدر گرایش‌هاشون با هم اختلاف داره. یکیشون این آقاست که این خبر رو هم توییت کرده بود و معرف حضور همه هست. هر جا که بحث مماشات و لوبیگری باشه اینم سر و کله‌اش پیدا میشه. مثلا اینجا در محل مذاکرات هسته‌ای در کنار حسین فریدون، داداش روحانی، که از خنده هایی هم که با هم رد و بدل میکنند معلومه که خیلی هم گرایشاتشون مختلف نیست. یکی دیگه از واکنش مال این کاربر هست که تلویزیون آخوندی هم بهش استناد کرد. حشمت علوی 2 سال گذشته بیش از 100 بار مرا مورد آزار و اذیت و افترا قرار داد. او خود را فعال سیاسی می‌خواند و مرتب در سایت‌های معتبر فوربس و فدرالیست و العربیه انگلیسی علیه ایران می‌نوشت. اما خب با این عکسایی که این کاربر قبلاً از خودش منتشر کرده و حمایت علنیش از سپاه پاسداران، به نظر نمیاد که گرایشش خیلی با اون قبلی اختلاف داشته باشه.
نمونه دیگه این خانم است که با این توییت واکنش نشون داد: خدا حافظ حشمت، و بعد هم آرزوی همیشگی بودن این تصمیم توییتر رو کرده بود. ولی از اونجایی که این آرزو محقق نشد، اعتبار خود نگارنده زیر علامت سوال رفت. البته در این عکس‌ها هم میشه دید که این خانم چقدر گرایشش با جواد ظریف اختلاف داره. بعد تازه همه ادعاهاشون بر اساس مقاله‌ایه که خود مقاله بر اساس حرفای یک منبع بی‌اعتباری نوشته شده که همین چند وقت پیش بود که اشپیگل رو با ادعاهای مشابه توی هچلی انداخت که نهایتاً اشپیگل مجبور شد توی دادگاه حرفهاش رو پس بگیره. سوالی که باقی میمونه اینه که یک نظامی که سرکاره و ادعای اقتدار هم داره، چرا برای بسته شدن موقت یک اکانت مخالف خودش این همه هیاهو و جنجال به پا کرد و همه مزدوراش رو هم به صحنه فرستاد؟ یعنی واقعا یک اکانت توییتر اینقدر نظام رو میلرزونه که به خاطر بسته شدنش باید این همه واکنش نشون بدن؟ نگاه کنید، خبرگزاری وزارت اطلاعات، خبرگزاری سپاه، این یکی اون یکی. بعد آخه 2 روز هم صبر نکردن که ببینن نتیجه چی میشه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که میخواستن خبر بسته شدن بیش از 7500 اکانت جعلی توییتر مرتبط با رژیم آخوندی در همین مدت اخیر رو بپوشونند. یک نوبت 2800 اکانت و چند روز بعد هم 4800 اکانت دیگه که مطالب جعلی منتشر می‌کردند و در همین 2 هفته اخیر توسط توییتر بسته شدند. 7600 اکانت در مقابل یک اکانت، تازه اونم فقط برای چند روز. واقعا درد داره، نه؟ خب پس دیگه حرفی باقی نمیمونه جز سخن آخر. بله، اطلاع میدن که همین الان ارتباطمون با ایشون وصل شده و خیلی خوشحالیم که صدای ایشون رو میشنویم توی این برنامه. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، داش آفساید خودمون، فدایی داری داداش؟ خوبی دایی؟ ببخشید شما؟ آقا رو یه ساعت داری درباره حشمت صحبت میکنی و تازه ورسی شما بنده اول شاخ توییتر، ادمین تمام شبکه‌های مجازی و فجازی و برو و بیا و اینا و اونا 10-11 حشمت خان خالتوری هستم. اشتباه گرفتی حشمت خان، ما راجع به حشمت علوی صحبت کردیم، نه حشمت خالتوری. جون نشنفتم، ولوم بده هنجر پلیر تو. بابا میگم در مورد حشمت علوی صحبت کردیم، نه حشمت خالتوری. ایزا حشمت دیگه واقعیش بهانه است. این سیدعلی نفله جیگر داره خودش بیاد وسط، میرم کی فیکه، من یا اون؟ حشمت خان شما برنامه ما رو دیدی؟ شما برنامه داری؟ برنامه که بابا جمال و کمال و معرفت و منزلت و شوکت و حشمت همه حشمت‌های عالم و عشق است که اینجوری زدن ولی فقیر و ضایع عالم امکان کردن. اگه میدونستن ولی امر مسلمین جهان با یه اکانت توییتری چارچرخش میره هوا 2 سوته بلاکان بلاکش میکردم، طوری که جک آقای دورسی هم که سله چاباز کنم نتونه حسابشو واکنه. مفلس. به این لحاظ میفرمایید؟ آفساید جان، لحاظ ماز نره که اون چی که باز لحاظ بشه وضعیت زاکاریت عظما و همه مالکشای کشتکش عظماست که این روزا بدجوری دماغ به ماغ و سایر نواییشون داره میسوزه. کورش چش همشون که این روزا خیلی واسه دایمون حشمت علوی فالوور و ریتوییت و لایک و منشن و اینا میترکنن. جمالش و عشق است. حالا اینکه مجازی حشمت بود، اما تو ریالیتی هم همه هموطنهای حشمت مرام براش دارن. بروکسل چه که دیدی، باش تا بقیه رو برات پوست بگیرم. خب خیلی ممنون از توضیحاتتون حشمت خان، دیگه وقتشه که این پرچم رو ببریم بالا. این پرچم که خیلی طرش قدیمیه، خیت اصلا. پرچم اینه، اصل پرچم باز بره و بیاد، اول و آخرش بگی. خدا نگهدار.